دوی دمه ده بینر نجا هون لسوریه گلکی ناو شرکتا اتشکئن انرژی دبیزن. هر کس قالاوی دکه واهاتیه وی داره و ایدی دست به نوجن کرنو زیده کرنا برهمن پترولی بکه. پشتی باشوری کردستان و عراقی نهال سوریه و روجاوای کردستان جی کتیه تفگری. البته اف شرکت هم بحث آوید کن لعراق و باشوری کردستان جی تخبته شرکت که امریکی یا تایبت به پترولیه. اف شرکت کیه چیه ام ده و نوچه برفره ده ناز بکن به HKN انرژی شرکت که چوایه. HKN انرژی یک شرکت سرکه ین دولتین یک بوین آمریکای دواری پترولی ده. ناوندا سرکه ل تکساس یا دولتین یک بوین آمریکایی. شرکتا کو 2007 هاتی آوا کرن لباشور کردستان و عراق جی خباتان تمشینه. شرکت دهمان سال هاتی آوا کرن ده لگل باشور کردستانی پیمانا پاروکرنا هلبرنی امضا کرد. ناوندا خویا ل عراق جی لحولیریه. ساحیا ویا هری گرینگ لدهوکیه. 2014 دست به هلبرینا تجاری کرد. شریکی صدان 62 و خباتیه. ده سال 2024 دجی بو شریکی صدان 25 ساحیا اتروشی. ده سال 2025 ده لگل باشوری کردستان پیمانک جبو گازا خوزای یا ساحیا میرانی امضا کرد. جبرکو اریکرنا بغدای تنبو وزارت پترولا فدرال یا عراقی اف پیمان رد کرد و بو مجارا دادگاهان. سالن دریش تنی به باشوری کردستان رخبتیم. ده دمین داوی ده لگر عراق جی کت ناوا هم پروژیان. پترولا کو HKN هلد برینه به ارکا خطا بوریا پترولی یا عراق ترکیه تیوگو هستن. او وکی خطا کرکوک جیهان جی تیزانین. HKN او دسراتا شامی ده 2026 ده پیمانه که پاروکرنا هلبرنا پترولی امضا کرن. دوی چارچوبه ده هات را گاندن کو ویل باکور روشتات سوریه هن صحایم پترولی بخبتینه. لگوری وی دسری در میلان ویل 7 صحایم پترولی حتی 25 سالان هلبرینی بکم. پشتی کتنا بشار اسد HKN بو یک جی یکم شرکت پترولی نام نتوی کو لسوری کار او خباتی دیکم. HKN ده سالین داوی ده سیاست حریمی ده پردیکه و روژوی. جبرکو یک جمزینترین هلبرینری بیانی پترولا لباشوری کردستانیه او خودی سرمایه یا آمریکاییه. دناوا لحف کرنین انرژی ین بغدا او هولیری ده جی جهه کی ناوندی دیگرم. ده دمین داویه ده لسوریه جی در باسی سکتور انرژی با او یک جوان شرکتانه کو جی ایریشین بدرونان هریزه ده باندور دبه.